ای بابا، بازم یه کنفرانس دیگه، بازم یه تعداد آدم مشنگتر از خودم که فکر میکنن من چی میخوام بگم. خب آقایون و خانومان حضار، امیدوارم که همه سوالاتتون از طرف بدنان گمنام چک شده باشه و پاتون رو از گیریم بیریف بنده درازتر نکرده باشین. برای مقدمه، همونطور که میدونین طبق معمول نظام در اوج اقتداره، اقتصاد ما تو اوج شکوفاییه، همه انبارا پر از جنسای چینی و روسیه که باعث شده دشمنای نظام در انزوای خودشون قل بخورن. ما هم که از خوشی داریم خلقلت میکنیم. حالا با این حساب اگه کسی سوالی چیزی داره بفرمایید. سلام. سلام. گوشی روبرو. روبرو؟ اونجا روبروه؟ امروز چرا روبرو عوض شده؟ تا دیروز که روبرو اینجا بود، حالا روبرو رفته اونجا. خب اگه روبرو اونجاست پس اینجا حتما پشت روه دیگه، باید کلی وقت بذاریم تا شما رو پیدا کنیم. سوالتو بگو. آیه رئیس جمهور توی سازمان ملل طرح صلح هرمز رو در راستای ارتقای صلح و ثبات توی منطقه مطرح کردن. جزئیات بیشتری از این طرح رو اگه امکان داشته باشه بیان کنیم ممنون میشه. ترسو منظورت همون هرمز پیش اندوار. من به این کلمه حساسیت دارم. چی گفتی؟ جزئیاتشو میخوای؟ البته ما اول طرحشو دادیم، تا اومدیم بجنبیم دشمنای برانداز جزئیات اونو افشا کردن، از نوع موشک تا پایگاهی که ازش شلیک شده تا روز و زمان جلسه تصمیم گیری برای شلیک، اسم و رسم تمامی شرکت کنندگان همه رو جلوی خبرنگارا افشا کردن. فقط رنگ و سایز لباس روحانی و خود مقام عظما رو نگفتن. بعد توی گیج احمق دنبال جزئیات طرح سول حساسیت دارم، سول هستی. البته الان روی طرح صلح دیگه حاج قاسمی و شریعت مداری دارن کار میکنن، مثل تأسیسات نفتی امارات، که اگه تکراری باشه فرودگاه‌های بین‌المللی منطقه هم تو طرح هست. یعنی اینکه آقا جمهوری اسلامی از طرح صلح کوتاه نمیاد. این افشاگری دشمنان عواقبی هم داره؟ عواقب ما تمام طرحهای اونا رو سوزوندیم. الان خوشبختانه همه اونایی که تو جلسه شرکت کردن، از خود عظما تا ظریف و بقیه سردار پاسدارا، همشون تو لیست تروریستی هستن و دشمن هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فقط روحانی تو لیست نیست که اونم به حول قوه قلمی و تلاش‌های خودشون در آینده نزدیک به لیست و جمع این اوباش مشرف خواهند شد. حالا توی احمق از من جزئیات طرح سولو میخواه. آدم نمیدونه به این وضعیت بخنده، گریه کنه، بمیره. بابا شما مسخره کردیم با خدا، پاشین جمع کنیم بریم.